کتاب ماهی درون شما که از آقای نیل شوپن، شاید هم اشتباه گفته باشم نویسنده شما، کتابش همین عنوانه. یه چیزی هستش که یه بخشی، یه مطلبی هستش که از اون مطلب هست که تا سالهای سال آدم میتونه ازش شخصا استفاده کنه. اونجایی که میگه خب توی تکامل موجودات وقتی که آغازش تک سلولی ها رو داشتیم و بعدش میرسیم به چند سلولی ها، اینجا چه اتفاقی میفته، چه پروسه اتفاق میفته که انجام میشه که باعث این تغییر میشه. اون آقا اومده و اینجوری تحلیل رو استنباط کرده که به خاطر محافظت از خودشون تک سلولی های کوچیک با هم اتحاد تشکیل دادن تا در مقابل اون شکارچی بزرگتر خورده نشن و محفوظ بمونن. حتی اگر صرفا این اتحاد و این ارتباط به این دلیل باشه که من فکر میکنم تا موجودی صرفا خودشو ببینه هیچ وقت اون ارتباط، اون کانکشن یا حتی همین اتحاد سخت شکل بگیره. حتی اگر صرفا همین باشه میشه گفت این اتحاد، این اعتماد، یه جور ارتباط، شاید هم بشه تعمیمش داد به عشق و محبت بین دو تا سلول و بعداً بین آدم ها، اساس و پایه تولید و خلق و کشف همه چیز توی دنیاست. اگر نبود همون تک سلولی ها رو داشتیم و اگر به نظرم اعتماد و اطمینان و محبت و خیرخواهی بین آدم ها نبود و با این نیرو به هم اثر نمیذاشتن، هیچ وقت کسی نمیومد واکسن مثلا فلان چیزو کشف کنه، پاستور بیاد فلان چیزو کشف کنه، اختراعات مهم، کشفیات مهم، نظریات مهم. و از اونجایی که آدم تاریخ انسان رو میخونه میبینه که در آغاز یه نر قدرتمند در مرکز بودش و تعداد همسران زیادی داشتش و برای اون زنها و غذاها بین اعضای جامعه و حتی خانواده اینا همه رقابت بوده. که زمانی که بشر تمدنش، رفاهش، علمش، آگاهیش، پیشرفتش تو چیزهای مختلف خب در حد همون چندین هزار یا چند ده هزار سال پیش رفتش و ما از چند همسری یعنی پلیگیمی رسیدیم به تک همسری، همون مونوگیمی. و به نظر من وقتی آدم ها این یکی از نیازهای اولیه‌شون، یعنی چجوری آدم بگه عشق شخصی، محبت شخصی، دوست صمیمی براش تأمین شدش، دیگه از اون لحاظ تو رقابت و گرسنگی و اینا نبودش، در طول و ادامه اون جاده عشقشون اومدن و تونستن به چیزای دیگه هم فکر کنن، به همسایه‌شون، به آحاد جامعهشون، چجوری حال همه بهتر بشه، خوب بشه. و خیلی تحقیق نکردم، یعنی خیلی کم، شاید قرائن و شواهد تاریخی نشون بده که بین پیشرفت عظیم بشر در دوره خاص از تاریخ و این تغییر از
چند همسری به تک همسری ارتباطی هستش. به نظرم قطعا میتونه وجود داشته باشه. و چند روز پیشم جمله‌ای نوشتم با این مضمون و محتوا که آدم ها بعد از پایان دوستیشون، آشناییشون، رابطهشون بیان از همدیگه از دو طرف سوال کنن که آیا شما میزان اعتمادت، محبتت به من و جنس من و افراد جامعه، اون حس خیرخواهی، محبتت، اعتمادت کم شده یا بیشتر شده یا ثابت مونده؟ اگر محبت نباشه دوباره حرف تکراریه. به نظرم هیچ چیز نخواهد بود. حتی اگر دو نفر با قهر از هم جدا شده باشن، باید دید اون قهر، اون ناراحتی، اون ترک جلسه، اون ترک پایان رفاقت باعث شده که اون یکی از طرفین به خودش بیاد و موجب بشه که برای گفتگو با فرد باید مبادی آداب باشه، سری آداب رو رعایت کنه، اعتماد کنه، محبت کنه، با نیروی خیرخواهی وارد بشه. خیلی از روابط دوستی ادامه پیدا میکنه اما در جهت تخریب آدابه. در جهت تخریب به نظر من چیزهایی که بشر روی اونها به واسطه اونها تونست قد علم کنه، از طبیعت استفاده کنه، استعدادهاشو شکوفا کنه و این که به نظرم جامعه ایران مثال بزنیم، آدم ها توی روابطشون تنوع طلبی، حتی در این حد که من بیام با دوستم رابطه داشته باشم، بهش افتخار کنم، اینها به نظر همون شکستن حریم و اعتمادیه که انسان‌های شکارچی چند 10,000 سال پیش ازش عبور کردن. اکثریت به هم حریم شخصی هم به عشق شخصی هم احترام گذاشتن و تونستن بیان بالا. این یعنی شکستن این حریم، یعنی قدم به عقب گرد. هر چیزی که باعث بشه که آدم ها به جایی که به خیر هم فکر کنن و طبعا از اون خیری که به هم میرسونن شخصا هم ذی‌نفع هستن، استفاده میکنن. چیزی که باعث به هم ریختن این بشه، دشمنی ایجاد کنه، شرط ایجاد کنه، به نظر من نه تنها ضد بشر هستش، ضد هستی هستش. مثالش همون تک سلولی ها که شدن چند سلولی ها. که متاسفانه امروزه این نگاه شکارچی گونه بین قطعا نه همه ولی یه قشر متاسفانه بزرگی از پسرهای ما، مردهای ما، کسانی که حداقل همسن و سال خودم هستن، بیشتر کمتر آدم میبینه، این که من با دخترای بیشتری رابطه داشتم، سکس داشتم، یه جور افتخار باشه. ممکن افتخار باشه، شما بتونی مثلا خیلی ارتباط خوبی ساخته باشه، اما چیزی که آدم
حس میکنه، لمس میکنه، همون حالت شکارچیه. من میتونستم اینها رو مثلا بیارم باشون سکس کنم. و در دخترها هم نظریه خودم بودش چندین سال پیش که همونطور که همچین چیز منفی توی پسرها باب شده که به شکار بیشتر گرایش پیدا کنن و ارزش بدونن، توی زنها هم متاسفانه همچین مردهایی رو در کمال شگفتی و حیرت سابق و اکنونمون اینا رو موفق‌تر، مردتر، با آینده تر و با خانواده موفق تر در آینده فرض و پیش بینی میکنن. ولی به گمان من مثل کشیدن مواد مخدر و هروئین این چیزاست. آره من تجربه کردم، پس دیگه آینده هم اوکیه. این نونسنس، هیچ پوچ، حرف موسک و مسخره‌ای میتونه به نظر میرسه. و این دوستی های قبل از روابط جدی، آشنایی های کوچیک خورده، شاید همه اینا به خاطر اینه که آدم مک بخوره، توش خیلی چیزا یاد میگیره، پخته بشه واسه تجربه جدی‌تر، مهمتر. البته همه روابط مهمن، ولی این نگاه شکار و شکارچی به نظر و عقیده من حرکت متمدنانه، حرکت با ارزشی که مثلا خیر و سودی توش باشه نیست. و شما هر چقدر بیای تعریف کنی من با مثلا آدم های زیادی بودم، خب من میپرسم که شما طی اون رابطت چه نوع بهتری از همدیگه ساختین؟ مثلا باعث بهتر شدن حالتون، فرداتون و خیلی که به خودتون برسونید، به جامعه برسونید شده. شما وقتی دیدت به عنوان شکارچی اینه که خب من که استفاده‌ام از این کردم، برم سراغ شکاری که جذاب‌تر باشه، دست نیافتنی تر باشه. اونی که استفادهش کردم دیگه ارزش نداره، الان دیگه ارزش وقت گذاشتن نداره. به همین خاطر شما سیر رفتارهای جنسی این آدم ها رو اگه تحلیل کنی، از سکس های و روابط نرمال میرسن به سکس با چیزهایی که زشتی و درجه من میتونم بگم پستی بیشتری داره. مثلا سکس با کسانی که اختلاف سنی بسیار بیشتری با ما دارن، با کودکان، با کسانی که شاید هنوز به سن بلوغ فکری در حد معقولی نشدن، مثلا 18 ساله 10 ساله. اون آدم به نظر من باید هرچند نیاز داره مثلا مشورت بگیره از آدمی که سنش بیشتره، ولی خب دوستی یا مثلا دختر 18 ساله با آقای 39 ساله 40 ساله، البته در شرایط خاص که مثلا خیلی هم فکری وجود داره، ولی در حالت کلیش به نظر من حالت رابطه گرگ و بره رو داره. و همون قضیه هستش که اون شکارچی میاد پی شکاری میگرده که دست نیافتنی تر باشه، عمل زشتیش بیشتر باشه. چه کار خوب کنیم اون کار خوب برای ما عادی میشه، میریم سراغ کار خوبتر. چه کار بد کنیم اون کار بد هم واسه ما عادی میشه. مثل قضیه
سنسیتیزیشن و تالرنس و دیسنسیتیزیشن توی نورون ها. مگه میشه اینا بدون ارتباط باشه با اخلاقیات؟ نورون ها حساس شدگی دچار حساس شدگی میشن، اگه درست گفته باشم، به این معنا که مثلا شما میای بهشون با یه محرک اینا رو تحریک میکنی و اون نورون واکنش نشون میده. اول واکنش شدید نشون میده، ولی بعدش دیگه نه، عادی میشه واسش. اینو به نظرم دقیقا شاید بشه ارتباط داد با همین اخلاقیات. یه چیز دیگه هم تو ذهنم الان اومد، مسئله حساس شدگی و دیسنسیتیزیشن هم داریم که شما یه دارو رو یه بار به یه شخص میدی و سری بعد نسبت به اون دارو حتی حساس تر میشه. این یه خورده ابهام و معما داره که اینو الان این رانندگیش هم خیلی نشه بهش فکر کرده دقیق برش آورد. و همچنین دارو داریم به طرف میدیم و سری بعد نسبت به همون میزان دارو دچار دیسنسیتیزیشن دیگه، یعنی دیگه اون مقدار تحریک رو نشون نمیده. هر دو حالتش وجود داره. تو کتاب نورولوژی نویسنده‌اش یادم نمیاد، من اسمش وقت یادم نمیمونه قضایا، ولی خوب یادم میمونه. خیلی از این بحث خوب و بد و خوبتر و بدتر جدا نشیم. آدم بد همون قضیه تخم مرغ درست و شتر مرغ دزده دیگه. به نظرم بعد از حتی رابطه با کودکان میره سراغ تجاوزات سنگین‌تر. و قطعا ما آدم مذهبی نیستیم، ولی کنم یه جمله از امام چندم شیعه ها هستش که توش میگه این فساد و هوس دهش به تباهی میکشه. حالا سر یه دونه موضوع من باشون اتفاق نظر دارم. و البته خب سبک زندگی اونا متفاوت بوده و خیلی معما داره و ابدا به این معنا نیست که خط مذهبی و دینی رو داریم ما پی میگیریم. چون برای من اصلا دوست ندارم بحثش رو انجام بدم، چون در خیلی چیزا همونطور که حرف درست میزنم به نظرم بعضی رفتارهاشون اصلا کاملا ضد عشق و ضد محبت، ضد بشر بوده. اصلا دوست ندارم بحثش رو انجام بدم. در مورد مذهبی بودن و غیر مذهبی بودن بعد موضوع حجاب افتادم که ما از سال 86 روی موضوع فکر میکردیم، تئوری داشتیم، مقاله داشتیم. کاش بگم مملکت ما انقدر پر جمعیت نبود، یه روزنامه، مجله، چیزی میتونستیم توش این افکار اینا رو بنویسیم و مردمی داشتیم که خریدار داشتین حرفا توش و به خیر سود هر دو طرف نوشته بودیم که و معتقدیم هنوز آقا عرضه زیبایی واژه ساخت خودمه.
It's made by myself. عرض بجن که بگیم بی‌حجابی بگیم عرضه زیبایی. حالا این عرضه زیبایی یا بی‌حجابی چی میخواد؟ اول از همه فلسفه، فکر، مغز. خود نوزادم که اول از همه تشکیل میشه، چیش تشکیل میشه؟ اینا همه رو میشه به هم ارتباط داد. فکر، فلسفه، تئوری. چرا؟ فرهنگش. خب فرهنگش چیه؟ فلسفهش چیه؟ و این آغاز یه راهی جدید که من دوست دارم توی همین ویدیو بهش بپردازم و بهش بگم. والا من اول از همه اومدم فکر کردم من مرد از اون دختری که دوست صمیمی باشه و زنان جامعه هم در برخورد با اون چه انتظاری دارم، چی میخوام و اون چی میخواد. یعنی اول از میایم راجع به حجاب فکر میکنیم، برمیگردم میام به این سوال جواب بدم. البته سوالای دیگه هم بود، مثلا مرد چه، زن چه، چون به نظرم هر سوال خودش از یه زیر سوالهای دیگه تشکیل میده بسیار مهمتر و اونا رو اگه آدم جواب بده میتونه به اینها هم برسه. فکر کردم و خیلی وقتی من رو موضوع فکر میکنم، مثلا دغدغه‌ای فکری میشه دارم تو مثلا قسمت از ذهنم دارم، هفته ها، ماه ها، سال هست، سالی هست، حتی سال هست مثلا گاهی بهش فکر میکنم. من مرد دوست ندارم، من پسر دوست ندارم صرفا با دیدن بدن و ظاهر و زیبایی زن خودم رو ببازم، دلم رو ببازم، دل باخته بشم. با عشق جور در نمیاد، با وفا جور در نمیاد، با غرورم جور در نمیاد، با کاراکترم جور در نمیاد، با شخصیتم جور در نمیاد. والا و من نشناختم طرفو هنوز برم خواهش کنم ازش که دوست دارم باهات باشم. چرا؟ اگه من غرورم و آبرومو سر راه آوردم، چه میدونم اون چه آدمی باشه، اصلا احتمال بسیار آدم خوب، ولی من نشناخته دلمو ببازم و قطعاً هر رابطه ای شما هیچ وقت مگر اینکه مثلا صرفا بیای پول بدی بری وارد رابطه جنسی بشی، ولی هر نوع دیگه شما دیگه یه میزان دیالوگو با طرف والا داری. یعنی همون دیالوگ ساده و کوتاه اینا شاید واقعا نصرفه، نیرزه، یعنی اونقدر آدم شخصیتش بیاد پایین که بگه ای وای من یعنی به خاطر این مثلا چون از ظاهرش خوشم اومدم غرورم و کاراکترم و شخصیتم یا رو باختم. پس من چی میخوام؟ من میخوام مثلا یه کسی باشه که وقتی باش دوست هستم از این لحاظ آدم تامین باشه، یعنی دلش نره، چه دوست شخصی چه زنانی که توی جامعه آدم میبینه. و زن چی میخواد؟ خب خیلی سخته، آدم میخواد خودش رو جای زن بذاره، اون چی میخواد؟ و اینو خوبه که یه زن بیاد پاسخ بده. تا اونجا که به فکر من رسیدش، به نظر من چیزی که این آدم میخواد عرضه زیبایی، یه عشق بنیادین و درجه اول، یه چیز خیلی اساسی در انسانه. همونجور که آدم میلش میکشه این آگاهیشو نشر بده، و زن صاحب زیبایی دیگه. حالا زیبایی چیه اینا خودش هر چیزی آدم میگه یه پرانتز بزرگ باز میشه. اصلا پرانتز رو باز نکنی بهتره. الان زیبایی داره، دوست داره نشرش بده. چرا؟ چی میخواد زن؟ هیچ زنی های دوست داره صرفا به خاطر تنش پرستیده بشه، بهش احترام گذاشته بشه؟
ممکنه خیلی جواب بدم بله، ولی من فکر نمی کنم ته دل کسی هم دختری همچین چیزی رو دوست داشته باشه. پس تا اینجا یه مثلا هدفی رو الان ما در نظر گرفتیم، مثلا بهش رسیدیم. حالا وقتی هدف ما اینه، چجوری بهش برسیم؟ راه چیه؟ وقتی مقصد اینه، چجوری بهش دست پیدا کنیم؟ و قطعا چیزی نیستش که شاید آدم من بیام الان در لحظه بخوام بهش برسم، بلکه صرفا چیزی که میگم این یاداوریه. و اون موقع که فکر کرده بودم به نظرم میرسید وقتی که زن که صاحب اون زیبایی هستش، اون تن وقتی برای زن هستش، خودش میاد و به خاطر اخلاق خوب، شخصیت خوب، معرفت مثلا یه آدم ارزش میکنه، خودش پیشکشش میکنه دیگه. من اون دوست اون زن آیا میام باز نسبت بهش حدیث و طمع داشته باشم بهش، مثلا شاگردی که یه جا کار میکنه و اون صاحب اونجا میاد به خاطر رفتار خوبش پاداش میده، پاداش مالی میده. خیلی آدم خوبی بودی، مثلا نظم داشتی، مسئولیتت تو خوب انجام دادی، به عهده گرفتی، مثلا بهش پاداش مالی میده. حداقل میگیم که مثلا اون آدم، اون شاگرد دیگه دست به خیانت میزنه تو اون مغازه، و اگرم قصدشو داشته باشه به نظر من با این پاداش قطعاً کم شده، تأثیر میذاره. و همین مثال رو میتونیم تعمیم بدیم به دوستی، همین چیزی که الان گفتم. من الان نمیدونم دارم کجا میرم و مپ نمیتونم بزنم و دور بزنم. بیرم بگید تا تهش رو بیرم ببینم چیه. پس توی دوستی ها وقتی زن خودش پیشکش میکنه زیباییشو، دیگه اون مرد بالا حریص بار نمیاد، طمع نمیکنه. خب حالا اینا فهمیدیم دیگه چی میتونیم استدلال کنیم و فکر کنیم؟ حالا از اون طرف به نظرم وقتی شما میای، ببین از اینو باید از زنها پرسید، شما ترجیح میدی این چادر رو بذاری سرت و با این اندیشه که خدایی نکرده مثلا چه میدونم کنار بره، برداشته بشه، اون مردان اطرافت هنوز با همون اندیشه‌ای هستن که اگه مثلا حجابت کنار بده به تحریک میشن، یا اینکه تو جای زندگی کنی که حجابو نداشته باشی در این حد افراطی، ولی مردهای اطرافت آدمای شریفی هستن، هیچ وقت صرفا به خاطر اون دیدن اولی تحریک نمیشن. کدومو ترجیح میدی؟ یادم از این خانمی پرسیدم، متعصب بود، عجیب غریب بود. همین سوالو پرسیدم، گفتم شما برای مثال بری خارج کشور، مثلا اگه خارج کشور آدم خیلی شریفی باشن ما نباشیم، مثال البته گفتم تو مثال یه جایی که آدماش خیلی شریف خوب، مثلا قشر
الیت اون جامعه، نه مثلا به معنی سلبریتیاش، هنرمندان بزرگش، نویسندگان بزرگش، مثلا نخبه هاش باشن، اون دیگه تو این اقشار دیگه میزان شرافت به نظر من بالاتر میره. اگه باز اونجا باشی همینجوری حجاب میذاری؟ جالب بود که جواب داد بله، مگه میشه مرد ببینه و خودش رو نوازه و تعریف نشه؟ این به نظر من دیگه اینا باورشون لایه‌های خیلی عمیق درونیشون اینجور دچار مشکله و باید به اینا نشون داد. شاید خیلی حرف راهکار نباشه، باید نشون داد که هست، وجود داره. البته خب گاهی هم مثلا بعضی از ذات‌ها انقدر خراب و پست و تاریکی پرسته که خیلی کار سخته، ولی خب آدم با تلاشش رو بکنه. خلاصه میگفتیم که حجاب یعنی عرضه زیبایی و برداشتن حجاب فرهنگ و فلسفه میخواد، اندیشه میخواد و خیلی متاسف و ناراحتیم که خانم علی نژاد میاد میگه که البته شاید حرفش اشتباه نیست، میگه که با حجاب و بی حجاب کنار هم. خب این اوکی، ولی من از شما سوال میپرسم، یعنی با حجاب و بی حجاب کنار هم 100 سال دیگه برای مثال 200 سال آینده بازم با حجاب و بی حجاب کنار هم، یعنی 200 سال آینده شما میتونی بپذیری خانومی مثلا بیاد با چادر توی گرمای 40 درجه سانتیگراد اونجا باشه؟ میپذیری؟ معقوله به نظر شما؟ چهل سال آینده، 50 سال آینده، اصلا 100-200 سال آینده باز بگیم با حجاب و بی حجاب کنار هم. هیچ وقت به ذهنتون تلنگر وارد نشد که چرا اومده فرانسه گفته توی مدارس محجبه ها ورودشون، تدریسشون ممنوعه؟ به نظر من مثل اینی که آدم مثلا همسرش با چادر بیاد داخل اتاق خواب. بله، سلیقه است دیگه، آزادی داره. مضحک مسخره است. حجاب، موضوع حجاب چیزیه که نه غرور و نه خودخواهیه. مدعی هستیم که از 0 تا 100 همه جوانبش رو بهش اشراف داریم. تمام جوانبش. انقدر موضوعات مختلف با به ذهن آدم میاد که آدم گاهی حرف قبلش رو فراموش میکنه، سریع میخواد حرف جدید رو بزنه. اینکه هی 2 اشتباه فاحش توی مبارزات مردم علیه این حجاب وجود داره. اول این که میگن حجاب اجباری، دومی که میگن تو دفاع میگن به هیچ کس ربط نداره. اگر ربط نداره چرا سوئیس اومده واسه برقه برای مثال رفراندوم گذاشته؟ چرا همین فرانسه که مثال زدم آثار زیان بخشی داره ولی شما علم آگاهیشو نداری و صرفا اومدی به خاطر به واسطه لابی هایی که انجام دادی با اون پارتی هایی که داشتی صاحب رسانه شدی. مگه میشه ربطی نداشته باشه؟ یعنی شما به عنوان یه
خانوم میپذیری آقایی بیاد معذرت میخوام برهنه یا با لباس زیر زننده جوره شما جوره خانوادت ظاهر بشه؟ خب آقا میگه به شما چه ربطی داره؟ کی گفته واسه برهنگی زن زیباست برهنگی مرد زشت؟ به خاطر همین من میگم میزان پوشش و برهنگی، میزان پوشش و برهنگی، نه اینکه جنس لباس اون چی باشه. میزان پوشش و برهنگی به رأی اکثریته، به اون نرم اون جامعه بستگی داره. اسپانیا یه جور در اسپانیا فکر کنم حتی برهنگی رو اجازه میدن تو سواحلش تو خیابوناش، اطلاع دقیق خیلی ندارم. کانادا یه جور، انگلستان یه جور، آمریکا یه جور، ایالت به ایالتش فرق میکنه. در انگلستان جدیدن واسه اینکه زنو توی استخر صوتی هم بپوشن نپوشن، نمایندگانش اومدن اینو به رأی گذاشتن، نگفتم به کسی چه مربوطه که. پس ما چرا هنوز میگیم که به کسی ربطی نداره؟ مگه شما یه جزیره باشه هیچ چی نباشه، شما یا خودت و مطمئنی که هیچ کس رو در آینده هم باش ملاقات و دیدار نمی کنی. حالا به این ناامیدی، تصور، درک سخت و عجیب رسیدی دیگه. حالا تو اون شرایط باز میای چمدون لباساتو باز کنی بگی خب این امروز قشنگتر، من اینو بپوشم. انسان بدون انسان بی معناست. لباس آدم میپوشه، موهاشو این وری بزنه اون وری بزنه، همینو آدم یه جور سعی میکنه سلیقه‌شو نشون بده، هنرشو نشون بده. همون اعتماد، باور، عشقی که اول مثال زدم. چرا میگیم به کسی ربطی نداره؟ والا اگه منم آدم مذهبی میبودم همچین جمله رو میشنیدم توجیه نمیشدم. والا میگفتم طرف مجب آدم حرف غیر منطقی میزنه. به این خاطر هشدار دادیم این حرف، این نوع شیوه استدلال باعث یه جور خودزنیه، باعث میشه طرف قشر مذهبی دست بالاتر رو بگیره. دومیش این حجاب، همین حجاب اجباری. حجاب اجباری کلمه غلطیه. همه کشور، همه جوامع، حتی اگه اون آزادی برهنگی کاملا آزادی شد دادن، اونم با نظر و رأی اکثریت به دست اومده. و توی بیشتر جوامع یه میزانی از پوشش و برهنگی دیگه قانونیه، اون اجباریه. چی درسته بگیم ما باید با حجاب افراطی اجباری مبارزه کنیم. ولی حجاب اجباری به تنهایی آخه چه بارا معنایی میتونه داشته باشه؟ از فرهنگی که واسه حجاب لازمه گفتیم، از 2 تا شیوه یا استراتژی غلط که گفتم یه جور خودزنی محسوب میشم توضیح دادم. تو ادامه و تکمیلش بخوام باز میگم برداشتن حجاب همون بی حجابی فرهنگ میخواد. مثلا شما با عنوان یا یه خانم حتی حالا آزادی داری هر کاری بکنی، من همین آزادی رو دارم بیام تحلیل کنم نقد کنم.
کاملا امروزی میپوشی، آزاد میپوشی، ولی وقتی قصد و نیتت اینه که مرد رو اغوا کنی، فریب بدی، چقدر ارزش داره. به این خاطر این عمل باید از روی باور قلبی، از روی اطمینان باشه، از روی عشق باشه. قطعا همین دوباره اینو میشه به مردها هم تعمیم دادش. کسی که عرضه زیبایی میکنه اینو ساده و شکاف فرض نکنید. این اومده محبت کرده، داره خیرخواهی میکنه، شما رو آدم فرض کرده، انسان فرض کرده، اعتماد میکنه و وقتی میای از این سوء استفاده میکنی، اینجا جایی که شما داری آزمون شرافتتو پس میدی. یا اگه آدمش میخوای ادعای شرافت کنی، اینجا باید بیای نشون بدی. نه من بیام استفاده هم بکنم، شرافت هم ببرم واسه مثلا کسی که بعدا میخوام باش ازدواج کنم، باش دوست صمیمی رابطه جدی بشم. شما وقتی کلاس اولت اینجوری میلنگه، هیچ وقت اصلا به رابطه جدی و اینا نمیکشه کارت. اصلا هزاران سال هم با یکی سرکاری چی مهمه؟ مگه الان خیلی هستن که ازدواج کردن، طلاق نگرفتن، ولی خب هر روز نه تنها همدیگر رو دارن تخریب میکنن، بلکه آدم اطرافشون هم دارن بازی کردن. چه سودی داره صرفاً که کنار هم بودن که اهمیت نداره که شما طی رابطت با طرفت از همدیگه یه نوع بهتری میسازید یا نه؟ پس داشتن فرهنگ هم مهمه واسه برداشتن حجاب. بعد همین گفتم میخواستم راجع به مذهب و غیر مذهبی بودش که بس به اینجا کشیدش. نکته جالب دیگه اینجاست که آدمای مذهبی میان میبینن که این خانم حجابشو برداشته، پس غریزتاً طبیعتاً باعث تحریکه، پس بپوشونه که من شرافتم در معرض خطر نیفته. خب این دید آدم و میره مثلا با همسر خودش رابطه برقرار میکنه. هرچند به نظرم شما حتی اون آدم مذهبی که میره با همسرش رابطه برقرار میکنه، فیزیکاً شما رفتی با خانم خودت، روحاً اونی که بیرون دیدی شما تحریک شدی و همون روح هم مهمه. یعنی انگار با همون خانم که دیدی در اصل انگار وارد رابطه شدی. یه جور ریا میکنن اینا. آدمای غیر مذهبی و مدرنما هم دقیقاً همینن، دو روی سکه. اینا هم میگن حجابش برداشته زیباست، ما شکارچی هستیم دیگه، باید استفاده اون رو ببریم. تنها تفاوت این قشر با قشر مذهبی اینه که اونا پنهون میکنن، ریا میکنن، اینا خیلی پنهون نمیکنن. البته هرچند ادابازی و مثلا یه خورده میخوان نشون بدن نه ما اینجوری نیستیم، ولی خب هیچ چیز قابل پنهون کردن نیست. بعد از اینکه شما رابطه تمام شد با طرف معلوم میشه چقدر حرف درست بوده. اینو میگفتی. پس هر دوتا دو روی یک سکه هستن و به نظر من خوبش اینه که آدم تا شخصیت طرف رو نشناخته ندیده با ظاهرم تحریک نشه. همونطور که انسان طی تکوینش بعد گرفته که نسبت به محارمش عشق و احترام بذاره، خانواده‌اش، مادر با خواهر، پدر با پسر، پسر با مادر، دیگه چیه؟ شما یا اعضای خانواده‌ت رو بدون حجاب میبینی تحریک میشه. این چیزی که به نظر من یه ژن خوبیه که بشر تجربهش کرده، نسل به نسل انتقال پیدا کرده. چیزی که خب تاریخ رو نگاه کنیم بخونیم میبینیم خب گذشته همه مدل بوده و یه خورده سخت صحبت کردن راجع به این چیزا.
که واقعا میزان به نظرم زشتیش درجه اعلاست. پس آدم میتونه ببینه و بعد مغزش آنالیز کنه، تحلیل کنه، خب این اخلاقش چیه، کاراکترش چیه، و بعد خب حالا من شناختم، صفات مشترک دارم و بعد بیام با این وارد رابطه مثلا جنسی بشم و دلباختگی اتفاق بیفته. اینطور نیست که مثلا این تن چه میدونم از خودش موجی بروز بده که ساطع کنه که باعث تحریک بشه. غریزی پس نیست. جمله احمقانه ای که خیلی‌ها میگن. غریزه اصلا در وجودش اولا بحث پزشکی اینا هست، اون میگه چی؟ غریزه تعریف اکادمیکشو بخونیم چیزیه که دعوا شد. غریزه چیز ثابتیه، چیزی که تغییر نمیکنه در انسان به انسان. مگه میشه یه بشر ببینه تحریک بشه، یه بشر دیگه ببینه تحریک نشه؟ غریزه چیز ثابتی. یعنی انقدر از روبرو میان سوبله پارک میکنن آدم نمیدونه خود رشته کلمات دستش در میره. پس میشه دید و اونقدر مغز و ذهن روی شریفی داشت که سری خودش آدم نبازه. پس شما که میای آقا حجاب کی درست کرده؟ حکومت. لعنت بر این مذهبی ها. وقتی میای به دختری که اومده اینجوری صادقانه از رو فرهنگ درستش اعتماد کرده، محبت کرده، زیباییشو عرضه کرده، اینو میای صرفاً بهش مثل شکار نگاه میکنی، اون دختر پس فردا میره اعتمادش کم میشه، ضربه میخوره، دیگه اعتماد نمیکنه، محبت نمیکنه. مگه حجاب صرفاً به پوششه؟ کمتر محبت میکنه، در رفتارش اعتماد میکنه، همین تسری پیدا میکنه به لباسش، ولی پوششش هم بیشتر میکنه. پس شما مقصری که اومدی سوء استفاده کردی، باعث شدی که خیلی ریشه‌ای و تی چند مرحله این حجاب همینجور دوباره تولید بشه. از اون طرف هم خیلی از یه سری از البته خب بس جامعه ظلم شده به این جنس که آدمی خود سختش انتقاد کنه از این زنها، و یه سری هم حالت اغواگرانه رو دارن، یه جور باعث یعنی بی آبرویی و بدنامی این جنبش میشن باز یه سری رفتارهاشون، اعمالشون. و بازم تکرار میکنم شما همون جور که آزادی داری بپوشی، بندم آزادی دارم که نقد کنم. همه این حرفا در چی جمع میشه؟ در این جمع میشه که برداشتن حجاب همون عرضه زیبایی فرهنگ میخواد. فردا برای مثل اعلام کنن که حجاب آزاد، خیلی ها دوباره با هم پوشش میان چون امنیت نیست. چرا؟ چون فرهنگش نیست. فرهنگ نیست چرا؟ چون که تفکرش، فلسفهش نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه مردم ما اومدن و وقتی کسی حرف
بدی میزد، لودگی میکنه، زشتی با خودش بروز میده، میلیون میریزیم و فالو، حمایت، تشکر فلان میکنیم. و این حرفا رو بهش بها نمیدیم. و مهم نیست شما پشت چه فشاری باشه، اونو نمیخوان قضاوت کنی، ولی کسی که نتونه زبونشو نگه داره و درست بگم مؤدبانه صحبت کنه، از پس زبونش بر نیاد، ولی چجوری میخواد؟ هرگز و قطعا نمیتونه از پس حواسش بر بیاد، تحت هر فشاری باشه. ولی ما فشار رو قضاوت نمی‌کنیم.